اصل متن اصول کافیه، کتاب گرانسنگ اصول کافی. قال لما كان اليوم الذي قبض فيه امیر المؤمنین، اونجا گفته در روزی که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام به شهادت رسید، ارتج الموضع بالبکا، در او روز میگه شهر به لرزه در آمدن از گریه برای حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. ارتج الموضع بالبکا و دهش الناس کیوم قبض النبی. مثال میاره، نظیر میاره، میگه مردم در وحشت افتاده بودن، مردم ترسیده بودن، مردم مضطرب و حیران بودن. دهش الناس کیوم قبض النبی، مردم به دهشت ترس افتاده بودن همون روزی که حضرت پیامبر گرامی اسلام از دنیا رفتن. مردم در سوگ حضرت امیر مومنان همین گونه ترسیده بودن. جاء رجل باکی و هو مسترجع و هو یقول، این یک شخص پیدا شد ناشناس در حالتی که مسترجع بودن، یعنی انا لله و انا الیه راجعون را می گفتند و در حالت گریه و اشک، مثل شما مؤمنینی که برای مولایتان گریه کردی. و هو یقول، اینجاش دیگه گردنت را باید بالا ببری، افتخار بکنی، عزتی که خدا برای شما داده است، برای ولایت مداران، برای شما که همچین پیشوا داری، برای شما که پیروی یک همچین مردی هستی. ایشان میفرماید که رحمک الله یا ابوالحسن، کنیه حضرت امیر المؤمنین، که همین مرد ناشناس در حالتی که انا لله میگوید، در حالتی که گریه میکنه، میگه رحمک الله یا ابوالحسن، ای ابوالحسن، ای حضرت علی، خداوند تبارک و تعالی شما را رحمت کنه. کنت اول القوم اسلاما، تویی که الان با فرق شکافته اینجایی، تو کسی بودی، اولین کسی از گروه اسلام بودی که به اسلام گرویدی، یعنی اسلام آوردی. و اخلصهم ایمانا، و مخلصترین از گروه مسلمان ها بودی که ایمان نسبت به اسلام و پیامبر اسلام و آیات وحی الهی داشتی. و اشدهم یقینا، و از حیث یقین از بین مسلمان ها اشدتر و محکمتر یقین شما نسبت به دین اسلام بود. و اخوفهم الله، و از بین همه مسلمان های اول و آخر شما از خدا ترسانتر از همه اینها بودی. این فرد ناشناس در حال گریه و زجه همه حرفا را میزند و میفرماید که و اقربهم من رسول الله، و ای ابوالحسن، تو کسی بودی که نزدیکترین فردی به رسول خدا بودی. و اکرمهم علیه، و کرامی‌ترین و عزیزترین و محترمترین کس در پیشگاه رسول گرامی اسلام شما بودی. آلا می فرماید فجزاک الله عن الاسلام و عن الرسول و عن المؤمنین خیرا، خداوند برای از تو پاداش و جزای خیری از امت مسلمین، از کسانی که اسلام آورده، از پیامبر اسلام برای شما عنایت فرماید. می فرماید که کنت والله یعصوب الدین اولا و آخرا، ای ابوالحسن، تو سرور دین هم از اول و هم از آخر بودی. و کنت للمؤمنین ابا رحما اصاروا علیک عیالا، اشاره به خلافت حضرت امیر مومنان علی علیه السلام داره. میگه کنت للمؤمنین ابا رحما، تو از برای مؤمنین، تو از برای مسلمین مثل یک پدر مهربان بودی، پدری مهربان بودی. که
صاروا علیک عیالا، زمانی که مسلمانان برای از تو عیال بود، یعنی تو سرپرست ایشان بودی.